بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الهداية في طريقك. اللهم الحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دوستای عزیز، خواهرای گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد نپیوستیم به الله سبحانه و تعالی، به همون قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست که ما و شما را فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد و این فرصت نصیب کرد که باز هم در جلسه از جلسات درس عقیده اشتراک بکنیم. الله متعال همه ما و شما را هدایت نصیب بکنه و ما و شما را در صف نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین در روز آخرت حشر بکنه و به امرای از اون الله متعال ما و شما را در تمام مراحل آخرت حشر بکنه و از عذابهای قبر، عذاب برزخ، عذاب روز قیامت، عذاب بعث، عذاب روز قیامت و زلزله بزرگ و از عذاب خطرناک دوزخ الله متعال ما و شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه. دوستای عزیز، ما و شما هدف همه امی هست که چه قسم خدا در صف نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین داخل بکنیم و چه قسم خدا از انحراف، از گروه های منحرف، از کفر و شرک و بدعت و ارتداد و فرقه های ضال و فرقه های مغضوب علیهم، از اینا خدا نجات بدیم. دوستای عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط راه هدایت در پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه و بیان میکنه کسایی در آخر نجات پیدا میکنه که ما انا علیه و اصحابی، و کسای نجات پیدا میکنه که اخلاص به دین الله داشته باشن، با الله صادق باشن و در دین الله فریبکاری نکنن، نه به خاطر مال، نه به خاطر قدرت، نه به خاطر چوکی، نه به خاطر راضی ساختن دیگران، فقط به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی حرکت بکنن. دوستای عزیز، وقتی یک حکم شرعی را ما و شما تطبیق میکنیم، مکلفیت ما این است که او را باید اول بشناسیم، اول بفهمیم که این اصطلاح شرعی یا این عبادتی را که من انجام میتم، این در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و یا نیست. چرا عبادتی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده باشه او عبادت گفته نمیشه، او بدعت گفته میشه. و اگر کسی تو فکر بکنن که عبادت هست لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده و یا او را تبلیغ نکرده، این در حقیقت به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکنه، به قرآن توهین میکنه، به خاطر ازی که دین در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل شده. دین، اسلام، عبادات، عقیده، توحید، کلش در قرآن عظیم شان موجود است. الیوم اکملت لکم دینکم. بعد از قرآن و سنت عبادت جدید نیست، آنچه که هست در قرآن و سنت است. و به می اساس علمای اسلام به می اجماع کردن که آنچه در قرآن و سنت است یه عبادت است.
و آنچه در قرآن و سنت ثابت نیست و علمای اسلام بالای از اونا صحابه کرام اجماع نکرده اند، او عبادت گفته نمیشه. او را بدعت میگه و کل بدعت ضلاله، و هر نوآوری در دین گمراهی است. متوجه باشین که وقتی میگیم که الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا دین هست. عبادت و بدعت در دین گفته میشه. بعضی کسا رو میبینی باز میگه لاسپیکر خیلی چطور است، باز میگه خیلی موتر چطور است، خیلی موبایل چطور است. این خوب وسایل است. حالا کی گفته که موبایل ثواب داره یا گناه داره؟ که ما بگوییم که مثلا این نو آمده خیلی موتر چطور است؟ این خوب وسایل است. اگر اصل عبادت مثلا حج است، حالا شما وقتی که حج میرید به هر وسیله که ممکن باشه شما به حج رفته میتونید. در عصر قدیم، در عصر صحابه، در عصر تابعین موتر و طیاره و ایگپا نبودن، پس اونا از حیوانات من حیث وسایل ترانسپورتی استفاده میکردن. انالی این وسیله پیشرفت کرد، عوض اسب و شتر از اینا موتر و طیاره شد. این خود مربوط به وسایل میشه. اما اصل عبادت خود حج است. اگر کسی حج تغییر بده گمراه میشه. اگر کسی عبادت از عبادتهای الله را تغییر بده یا در عبادت الله چیز زیاد بکنه، اینی گمراهی هست. خب دوستای عزیز، سر از او بحث بدعت و گپا در درس‌های بعدی ان شاء الله تعالی سرش بحث خواهد شد. ما و شما در هفته گذشته درس شروع کردیم سر موضوع توسل و در اینجا رسیده بودیم که توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم میشه؟ آیا ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل کرده میتونیم؟ اینجا برای ما رجوع میکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما گفتیم که اصلا توسل با الله، با نامهای الله، اسماء و صفات الله، با ذاتش و صفاتش، با اسماء و صفات و افعال الله سبحانه و تعالی، ما به الله توسل میکنیم. ولله الاسماء الحسنى. سه چیز: به ذات الله، به صفات الله، به نامهای الله، به الله توسل میکنیم. وقتی که آمدیم از خود گفتیم به ایمان خود و اعمال صالح خود سه چیز مربوط الله میشد: به ذات الله، به صفات الله و به نامهای الله سبحانه و تعالی توسل کرده میتونیم. سه چیز دیگه به خود ما میتونیم سه قسم توسل بکنیم. به خود چه قسم؟ توسل به چی؟ توسل به ایمان خود، توسل به اعمال صالحی خود و توسل به عاجزی خود. این سه قسم مربوط خود ما میشه. آن توسل با اشخاص وقتی که ما میکنیم، مثلا توسل به اشخاص، مثلا به دعای اشخاص نیک است. آن در دعای اشخاص نیک توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم سه قسم میتونیم توسل بکنیم. اول توسل به اطاعت و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوم مثلا به الله بگوییم که یا الله، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کردم، پس به عمل خود انسان میگردن. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت کردم، ما از او متابعت میکنم مطابق حکم تو، پس یا الله برای من رحم بکن. یا دومش توسل به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و سوم توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و شفاعتش در روز قیامت. اول توسل به اطاعت و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا ما در تمام حالات زندگی مکلفیت داریم که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. پس فرمان برداری و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عبادت است و اطاعت الله است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید که این قسم شما بگوین که ربنا آمنا بما انزلت، یا الله ما با او چیزی که نازل کردی به او ایمان آوردیم، و تبعنا الرسول، و ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را هم در جمله شاهدین بنویس. در اینجا ببینین
واتبعنا الرسول، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما این قسم میتونیم بگیم که یا الله ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت کردم چون حکم تو هست، از این خاطر یا الله تو بالای ما رحم بکن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله متعال میگه بر از اینا بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر شما الله را دوست دارید از من متابعت بکنید، باز الله شما را دوست می داشته باشه و شما را مغفرت میکنه گناههایتان را. اینال محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت الله با چی حاصل میشه؟ با متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینال پس ما میتونیم که متابعت خود از رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیله قرار بدیم و در دعای خود توسل بکنیم که یا الله ما از این رسولت که رسول تو هست و با متابعت از این امر کردیم، از این متابعت کردم، پس این متابعت خود برای تو وسیله نیست از بالای ما رحم بکنیم. این چی هست؟ این توسل با متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این ثابت است. توسل با دومش توسل با محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک کسی بر الله میگه که یا الله ما رسول تو را دوست دارم و دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان است. تا وقتی اگر انسان ایمانش تکمیل نمیشه تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مادر و پدر و فامیل و اعضای خانواده خود حتی از جان خودم کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد دوست نداشته باشه. باید ما پس اینال چه قسم توسل میگیم که یا الله ما رسول تو را که رسول الله هست، رسول تو هست، از خود کرده، از فامیل خود، از کلی کرده به امرایش محبت زیاد دارم، پس یا الله تو بالای ما رحم بکن و مرا از این مشکل خلاص بکن. پس اینجا توسل با چی میشه؟ توسل با محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه که یعنی باز هم برمیگرده به چی؟ به ایمان و اعمال صالح خود انسان. متوجه هستین؟ پس و یا دعا میکنی که یا الله سبحانه و تعالی ما چی هستم؟ محبتش. قسم سومش این است که توسل میکنی به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود، اصحاب رضی الله عنهم پیشش میرفتن و برش میگفتن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما دعا بکن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان دعا میکرد که ما مثال های از رو خواندیم. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرد. حالا چی میکنیم؟ حالا اونمو مثلا با اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با تطبیق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اطاعت و دوستی و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میتونیم چی کنیم؟ اینجا به الله توسل بکنیم. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی ما، یکی زندگی دنیوی ما و شما هست، یکی عالم برزخ هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین در برزخ زنده هستند، عند ربهم یرزقون. لکن مکلفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با رحلتش از این دنیا ختم شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلغ الرساله و ادى الامانه و جاهد فی الله حق جهاده. رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت خود تبلیغ کرد، امانت خود ادا کرد و در راه الله جهاد کرد، حق جهاد، و راه روشن برای ما و شما گذاشت، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. اما مکلفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه رحلت کرد در این دنیا ختم شده. نباید در این مسائل احساساتی برخورد بکنیم. به خاطر از اگر یک کس میگه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست، در این دنیا زنده هست و میایه و میبینه و این کار میتونه کرده، پس اینجا باز اگر یک غیر مسلمان از پیشش سوال بکنه که در صورت که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست و مکلفیت داره، چرا خیر رهبریت جهاد مسلمان ها را به دوش نمیگیرن؟ چرا آل دعوت نمیکنن؟ چرا برای مردم راهنمایی نمیکنن؟ در کجا هست؟ در کدام منطقه هست؟ برای زو قرآن عظیم شان جواب میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین از زمان آدم علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا امروز، وقتی که نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بودن، اینا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء، بله زنده هستن عند ربهم،
در عالم ما نه، در عالم برزخ. و عالم برزخ عالم غیب است. اونجا ارواحشان باز اگر خواسته باشیم ما شما در مراحل آخرت میخواهیم که در کجا میباشد. بعضی ارواحشان در جنت است، بعضی در دروازه جنت است. نظر به مقامات در عالم برزخ فرق میکنن. پس اینجا هست که انسان همیشه در مسائل اعتقادی احساساتی برخورد نکنه. یعنی بعضی اوقات همین احساسات یا عاطفی که مثلا انسان می داشته باشه، این نباید عقل انسان بپوشانه که باز اونجا واقعیت ها را درک نکنه. بله ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، پیغمبر الله هست، رسول الله هست، مقام بسیار عالی داره، لکن بنده هست، صفات الله را برش نمیتیم. میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اما معبود الله هست، خالق الله هست، روزی دهنده الله هست، شفا دهنده الله هست. به این شکل ما اگر توسل میکنیم، توسل به چی میکنیم؟ به ای که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داریم، اما آل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما نیست که برای ما چی بکنه؟ ما بریم پیشش و از پیشش دعا بخوایم. بناهن برای ما دروازه دیگه باز است که ما میتونیم از مادر خود، از پدر خود، از علمای خود، از انسانهای با تقوا، از هر کسی طلب دعا بکنیم. یعنی آن چیزی که شریعت برای ما حکم کرده، اجازه داده، ما امور میکنیم. و اضافه از او که مثلا یک کسی بخیزه به جسمش و به جسدش و به قبرش و به فلانی و گپا، یا نیز در شریعت اسلامی. اگر مثلا دیگرها دارن و یهود داره و نصارا داره و اینا دارن، اونا به مشکلات هم مبتلا هستند. خب دوستای عزیز، حال ما و شما میایم سر مسئله واسطه. ما و شما ایره خانیم حال میایم سر مسئله دیگه، مسئله واسطه. باید واسطه را بشناسیم. واسطه چی هست؟ میگه و حقیقت معناه و انه اسم لما بین طرفی شیء. واسطه چی هست؟ چیزی که واقع میشه بین دو چیز. خب این حال خود واسطه در اصطلاح چی است؟ علما میگن والوسائط نوعان. واسطه دو قسم است. واسطه دو قسم است. نوع لابد من اثباته و نوع جاء الشرع بابطاله و نفیه. یک قسم واسطه هست که حتما باید باشه و به او ایمان داشته باشه، و یک قسم واسطه هست که شریعت آمد و او واسطه هایی را که مثلا مشرکین میکردن و یهود و نصارا میکردن او را باطل قرار داد. پس ما مکلفیت ما چی است؟ که همین دو قسم واسطه را بشناسیم. خب قسم اول واسطه مشروع هست و قسم دوم واسطه غیر مشروع است. قسم اول کدام واسطه هست؟ واسطه مشروع یعنی چی هست؟ یعنی این واسطه است که توسط ملائکه، پیغمبران، علمای اسلام و دعوتگرای اسلام دین تبلیغ می شود. مثلا قرآن عظیم الشان از لوح محفوظ به واسطه کی؟ به واسطه جبرائیل علیه السلام به کی آمد؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه قرآن برای صحابه به واسطه کی؟ به صحابه رسید؟ به واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. و به واسطه کی به ما و شما رسید؟ از صحابه، همین قسم علما. پس اینی واسطه مشروع هست. ما به این ایمان داریم. به این واسطه باید ایمان داشته باشی که قرآن عظیم الشان، مثلا من نمیتونم که از لوح محفوظ قرآن بگیرم، یا اگر کسی ادعا میکنه که من خودم چشمای ما باز شده و مثل که بعضی از اعتقادات مثلا غلطی وجود داره که فلانی نفر است دیگه ضرورت به پیغمبر نداره و به قرآن نداره و خودش غیب میبینه و چشمایش باز شده، این بعضی ادعاها و این وحدت الوجود دیگه ما شما سر از بحث کردیم. این اعتقادات باطل هست که انسان از دایره ایمان میکشه. لکن ما مکلفیت چی داریم؟ که حتی خود پیغمبر از لوح محفوظ قرآن نمیگیره، بلکه برش با واسطه کی میه؟ با واسطه جبرائیل علیه السلام برش میه و جبرائیل علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی با واسطه امین آسمان بر امین زمین. امین آسمان کی هست؟ جبرائیل امین علیه السلام است. و امین زمین کی است؟ امین زمین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس از او میآید برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امین زمین که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ای با بسیار امانت قرآن عظیم الشان در بین ما، بر ما و شما
اما بدون کمی و زیادت برای ما و شما تبلیغ میکنه. حتی در قرآن عظیم شان ببینید الله سبحانه و تعالی میگه ولو تقول علینا بعض الاقاویل. این خب پیغمبر ما هست، الله سبحانه و تعالی میگه که پیغمبر ما هست، رسول ما هست، فرستاده ما هست. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر امی پیغمبر با اینمی بزرگی و با این محبت خود اگر یک کلمه هم بر کتاب ما و با آنچه که ما میگیم زیاد بکنن لاخذنا منه بالیمین، الله متعال میگه از دست راستش میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، باز امو شارگ گردن و این شارگ ایشه و رگهای شکمش و رگهای گردنش قطع میکنیم. یعنی به این شدت الله متعال بیان میکنه که این رسول صلی الله علیه و سلم این پیغمبر معصوم هست. جبریل علیه السلام ملائکه معصوم است، با بسیار صداقت وحی الهی را جبریل امین علیه السلام آورد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه کرام و الله متعال صحابه کرام اتو مسخر ساخته بود که با هزار نفر امی قسم حفظ قرآن و تا عصر امروزی که ما و شما سائل میکنیم هیچ کتاب در روی جهان نیست که به اندازه قرآن حافظ داشته باشه، کوره حفظ داشته باشه. یعنی قرآن عظیم الشان یک قسمت از قرآن در قلب هر مسلمان حفظ است و کل قرآن هم در قلب میلیونها انسان مسلمان حفظ است. شما پیدا بکنید تورات یا انجیل برین، مثلا شما کسایی که در اروپا و در اینجا زندگی میکنید از یک کشیش پرسان بکنید ببین کدام کشیش در بینتان هست، دارین کدام کسی که مکمل بایبل حفظ داشته باشه؟ دارین کدام کسی که مثلا مکمل مثلا تورات تحریف شده شما را یا انجیل شما را حفظ داشته باشه؟ بسیار که اگر زحمت بکشن و زور بکشن 2 نفر 3 نفر شاید اگر بسیار زحمت کشیده باشه و یعنی اگر ممکن باشه و زیاد زحمت کشیده باشن. اما ای که به اندازه قرآن عظیم شان میلیون نفر حافظ قرآن پیدا بکنی، چرا اینقدر حفظ قرآن است؟ چون قرآن معجزه الله است. الله میگه انا نحن نزلنا عليك الذکر و انا له لحافظون. الله متعال میگه انا، توجه هستین ما شما هر وقت گفتیم که وقتی الله متعال درباره عظمت و بزرگی و قدرت خود بیان میکنه لفظ جمع را میاره. انا، ما با قدرت و عظمت خود، نحن نزلنا، ما نازل کردیم از ذکر قرآن و انا له لحافظون. و به این شکل باز جایی که توحید باشه باز اون ضمیر مفرد ذکر میکنه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینجا ببینین پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام دین چی کرد؟ تبلیغ کرد. اینال واسطه مشروع چی هست؟ واسطه مشروعی است که توسط کی؟ ما توسط جبریل علیه السلام وحی می به رسول الله صلی الله علیه و سلم، توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، توسط صحابه به تابعین، توسط تابعین به تبع تابعین، از تبع تابعین همین قسم بر علما و بالاخره تا عصر ما و شما اینمی قسم همین دین تبلیغ میشوند. اینا که مثلا چیست؟ هم الرسل الذين يبلغون رسالات الله، انبیاء پیغمبرای الله و یدلون علی طریق التعبد لله و مردم راهنمایی میکنن و یدلون دلالت میکنن. چی میگن؟ یدل دلالت میکنن علی چی؟ علی طریق التعبد لله و یبینون للناس معبوده، و بیان میکنن برای مردم معبودشان. یعنی پیغمبرها چی میگن؟ یعنی دعوت توسط پیغمبرها برای مردم چی میشن؟ تبلیغ میشه. فهؤلاء لابد منهم، یا این پیغمبرها باید باشن. این قسم واسطه که دین تبلیغ بکنه و دین برسانه این هست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، الله متعال میگه در هر امت ما پیغمبر فرستادیم. متوجه هستید؟ این هستن. و علامه سعدی یکی از عبدالرحمن آل سعدی در تفسیرش میگه که و فی قوله تعالی و ما اوتی النبیون من ربهم برهان علی ان الانبیاء وسائط بین الله و بین خلقه، که پیغمبرها واسطه هستند بین الله و بین مخلوقاتش در چی؟ فی تبلیغ دینی، در تبلیغ دینش. بله
این ما قبول داریم و این باید قبول داشته باشیم و به این ایمان داشته باشیم. قسم دوم واسطه غیر مشروع هست. واسطه غیر مشروع چی معنی؟ که یک کسی یک مخلوق بین خود و بین خالق متعال قرار میده، میگه این را به الله نزدیک میسازم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب. میگه ما توسط از خدا به الله نزدیک میسازیم. اینی تقرب که است، این تقرب که است، اینی ناروا هست. علما چی میگن؟ و میگه بهذا نفهم ان المشرکین لم یکونوا یعتقدون فی هذه الوسائط. میگه وقتی که مشرکین بت‌ها را و قبرها را در بین خود و در بین خالق خود واسطه قرار میدادن، این واسطه غیر مشروع هست. که مثلا ایده چی میگن؟ من پیش ازی میرم بازی دعای مرا برای الله میبرم، من پیش ازی میرم. اینا میگن که این مشرکین که بودن، یا میگفتن که نمیگفتن که این واسطه ها مثلا بت‌ها 360 بت اینا که هستن، انها تخلق من دون الله ولا انها تملك من دون الله. نمیگفتن که یا خالق هستن، نمیگفتن این بت‌ها خالق هستن، نمیگفتن که یا مالک هستن، نمیگفتن که این بت‌ها مالک یا تدبیر کائنات میکنن، بلکه و انما كانوا يعتقدون ان هذه الواسطه وسیله یتوسلون بها الى مقاصدهم. میگفتن این واسطه هست که ما به مقصد خود برسیم. این بت‌ها مروسی هستم، شرمنده هستم، خودم مستقیما به الله گفته نمیتونم، این پیش از این بت میریم یا پیش از این صاحب قبر میریم، باز این برای من چی میشه؟ واسطه میشه، مرا به الله نزدیک میسازن. یعنی مثل اونم عین عقیده که مثلا چی هسته؟ این عقیده که این بت پرستا داشتن، این مثل که یک نفر مثلا بین خود و بین پادشاه یک کسی هست که خودش مستقیما با پادشاه گفته نمیتونه، باز یک واسطه، یک وزیر واسطه میکنه یا سکرترش واسطه میکنه یا کس دیگه تا این